به حس شیشم خوش اومدید. اگه شما هم فکر میکنید همه چی از قبل طراحی شده، میتونید تو فصل بعدی مهمون برنامه ما باشید. معرفی رئالیتی شوی حس ششم. این برنامه برای به چالش کشیدن حس ششم افراد جامعه طراحی و ساخته شده. ما از بین 300 نفر از افراد مختلف آزمون راستی آزمایی گرفتیم که در نهایت 6 نفر به عنوان شرکت کننده مجوز حضور در برنامه را به دست آوردند. 6 شرکت کننده با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و در نهایت 4 نفری که بیشترین امتیاز را به دست آورده باشند به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت. در نهایت 2 نفر برتر مرحله نیمه نهایی به فینال برنامه راه پیدا خواهند کرد و از بین آنها 1 نفر قهرمان فصل اول حس ششم خواهد شد. سرکار خانم جعفری، سرکار خانم برشوی، لطفاً تاریخ دقیق تولدتون رو بنویسید. یک دقیقه زمان دارید. بفرمایید. 13/5/1352. خب خیلی هم خوب. لطفا سوالتون رو بفرمایید. من به چه هنری علاقه دارم؟ چه هنری علاقه داریم؟ سینما، تئاتر. خب سوال سوم، شرح وضعیت خانواده‌تون رو لطفاً بنویسید. شما برای جواب دادن زمان دارید، یعنی برای هر سوال 1 دقیقه زمان دارید. میتونید بیشتر فکر کنید. حالا یک دقیقه زمان دارید. شهر خانواده‌شون. بله لطفاً. خواهر برادر که قطعاً دارین. دقیق باید دقیق باید. بله. تعداد باید. بله لطفاً. شد. 2 تا خواهر دارین. یه دونم برادر و احساس میکنم که مادرتون تو قید حیات نیستن و همچنین پدرتون. سوال بخش 4.
هر چی که راجع به خانم ورشوی دیدید حس کردید لطفاً بفرمایید. ایشون یه خانم بسیار مستقل، احساس میکنم که مسئولیت زندگی با خودشونه. بعد یه ذره احساس میکنم سریع از کوره در میرن، در جا از حقشون دفاع میکنن به شدت ولی در نهایت بسیار خوشقلب و به تمام اعضای خانواده‌اش احساس میکنم که کمک میکنه، یعنی نیازهاشون رو برطرف میکنه. برای این بخش 0 10 50 میتونید امتیاز بدید. بفرمایید لطفاً. 10 امتیاز. هیچ راهی برای آنکه از آینده با خبر شویم و بدانیم که چه در انتظار ماست وجود ندارد. پس ای نفس بر خدا توکل کن و صبر داشته باش. همه چیز از جانب اوست که میرسد و این چنین هرچه باشد نعمتی است.